دارم میگفتش که یه موقعی رئیس یک بانک بزرگی تو کشور بود. گفت تو ویلچر کار میکردم، یه خانم سالخورده‌ای و یه پیرزنی از یه روستایی اومده بود. همین که بردمش تا دم ضریح امام رضا، ذره حرف زد با آقا به زبون خودش و برگشتیم. تا دم در که رسیدیم یهو گفت مادر جون میشه دوباره منو ببری تا دم ضریح؟ گفتم چیزی جا گذاشتی؟ گفت نه یه صحبتم نصف کارمون. گفتم خب مادر از همینجا بگو. گفت نه میخوام برم کنار ضریح بشم. همین که اومد جلو ضریح امام رضا یه ذره با آقا حرف زد و گفت بری. گفتم آج خانم فضولی نیست ازتون میپرسم چی خواستی؟ گفت چی بابا دخترم دای وقت جایزه ازش خواستم. گفتم پول نیاز دارم. گفتم چقدرش کنم؟ گفت فلان مبلغ نیاز. خب یه کاغذی تو جیبم در آوردم و نوشتم که مدیر عامل اون شهر این آج خانم که اومدن به واسطه بنده با ضمانت بنده اینقدر بهشون وام بدید. دستاشم از خود من کم کنم. تو برای شماره تلفنمو نوشتم دادم بهش. گفتم آج خانم هر جا رفتی اینو بدی کارت انجام میشه. گفت فکر دارم با شوخی میکنم. گفت عزیزم مادر جان من سر کار میذاری با من شوخی میکنی؟ گفتم نه به خدا آج خانم امتحان کن. و بعد چند روز دیدم مسئول اون شعبه من زنگ زد گفت این دستخط شماست. گفتم بله. گواهی دکتری خانم بود چیکار کنم؟ گفتم وامش براش بریزید امروز هم براش بریزید. همش خودم. پیرزنه گوشی رو گرفت. من نمیدونستم امام رضا یه جوری با من تا میکنه. رئیس همه اینا رو میفرسته ویلچر منو ببرن. گفتم آج خانم امام رضا کارش همین. امام رضا کارشو خوب بلده. ما برای امام رضا مشخص نکنیم چیکار کنه خودش میگه.